تو خوابت آشپزخونه به عنوان قلب خونه فضای صمیمیت و روابط خانوادگی رو نشون میده. پدرت با چمدون کوچیک که آماده سفر، نماد یه تغییر یا جدایی موقت در زندگی خانوادگیته. شاید یه دوری عاطفی یا حتی فیزیکی. اون پروانه مشکی با طرح زرد نماد تحول و زیبایی شکننده است، اما رنگ مشکی و زردش اشاره به تضاد بین امید و اضطراب داره. مارمولک ها که مدام ظاهر میشن و با پیف پاف از بین نمیرن نمایانگر مشکلات کوچیک اما مداوم زندگی هن که انگار نمیتونی کاملا کنترلشون کنی. شاید نگرانی های روزمره یا موانع ذهنی تو و تلاشت برای نابود کردنشون و تموم شدن پیف پاف نشون دهنده خستگی از مقابله با این مسائل و نیاز به تغییر استراتژیه. خروجت از آشپزخونه یعنی نیاز داری از فضای فشار فاصله بگیری و نگاه تازه‌ای به مشکلات پیدا کنی. پس برای حل مسائل مداوم زندگیت به جای مبارزه مستقیم نیاز به پذیرش تغییر و یافتن راه‌های خلاقانه تری داری.